برنامه خیلی جذاب داریم. شما رنگو ببین. من تابستون میدم بریم مسافرت. میخوایم بریم جنگل. های من دیدم که همیشه اول ولاگات از همون اومدم و کلم هول است. گفتم متفاوت باشه این دفعه، قبل همون باشه. ماسک زدم به صورتم به خاطر اینکه صورتم خیلی خیلی نابود شده، جوش کلی در آورده. این چند روز خیلی استرس داشتم به خاطر اونه. بعد به موهامم روغن زدم، جمعش کردم که یکم بمونه. امروز تعطیلیه، یعنی امروز و فردا و پس فردا. امروز چهارشنبه است، پنجشنبه هم تعطیلیه، جمعه هم که جمعه است دیگه. نمیدونم میخوام چیکار کنم، مثلا شاید برم مسافرت، شاید نرم. امیدوارم که این آخر هفته بهم خوش بگذره، چون واقعا خستم. ببین اصلا معلومه زیر چشا رو ببین. استرس کتاب فروشی هست، استرس یه عالمه چیز دیگه هست. نیاز دارم که یکم بهم خوش بگذره. از صبح تا الانم کلا رو تختم بودم و اصلا جام پا نشدم، انقدر خسته بودم. یه سری کتابای بچه‌ها رو آماده کردم، چون مشتریامو میشناسم اکثرشونو، میدونم چی بهشون بدم خوشحالشون میکنه و برای هر کی یه چیز متفاوت تو بستشه. اینو خیلی دوست دارم. حالا منتظرم این خوشه، برم همون بیام، باز با هم حرف میزنیم. سلام. من رفتم همون بچه‌ها. صورتم یه ذره بهتر شد ولی خب شام هست دیگه. موهامو من بوتاکس کراتین و اینا کردم، خیلی وقت اون حالت اینجوری خودشو نداشت، از اینا پیچیدم. بعد الانم میخوام یه قهوه درست کنم تا مامانم بیاد ببینم شمال میریم یا نمیریم. دوستای گلم یه برنامه خیلی جذاب داریم. میخوام با این شاتوته یا تمشکم قهوه درست کنم. اینو برمیدارم، اینا رو میزنم این تو زدم بس دیگه. ببین من تابستون میدم هم تو این. بعد میخوام یه همی بزنمه، چون نمیخواستم وقتی مامانم اومد بکشتم اینو آوردم اینجا. باتری نداره، ناراحت شدم واقعا. برنامه‌م بود که با اون لهش کنم. فهمیدم. یه دقیقه وایسا. یه ترکیب جذاب‌تر میتونیم درست کنیم. این همه اینا، یه ذره شیر، یه ذره که یعنی یه لیوان شیر. عاشق این چیزام، اصلا میمیرم واسه این کار. حالا خوبه باتری اینم مثلا باتری نداشته باشه. شما رنگو ببین. بعد میخوام قهوه توش بریزم. یه چند تا تاپ افتاد که نباید اونجوری میشد ولی شد. حالا بریم قهوه درست کنیم. بچه من یه بار دیگه با قهوه ریختم تو این که قشنگ. بچه این چه قهوه‌ای شد رنگش. من میخواستم رنگش همونطور جذاب بمونه. طعمش باحاله. حالا بذار یخم بندازم دیگه، جا نداره. اوه بد نشد. تا امتحان کردن قهوه های دیگه با ما همراه باشید. من اومدم خیلی یهویی با همین یک کیف بریم مسافرت. یه شومیز سفید برداشتم. شومیز که نه، تیشرت سفیده. یه تیشرت سفید دیگه برداشتم. این فرق داره، این روش راهرا داره، جلوش هم اینجوری داره. من می‌خواستم بردارم ولی دیگه خیلی سفید شد. این دامنه برداشتم. چند تا تیشرت برداشتم چون کلا دو روز اونجاییم دیگه، با 2 تا شلوار و یه لگ و یه شلوار و یه شومیز سبز. همین. برم اینا رو جمع کنم که بریم. من دیگه موهامو باز کنم که لباسمو عوض کنم. فر نشد. خب من برم میام. سلام، صبحتون بخیر. من اومدم ویدیو یوتیوب کتابم گرفتم، قهوه‌ام بخورم. هوا خنکه، اصلا شبیه تهران نیست هوا. این تهران آفتاب و اینا، اینجا الان باد ابری. اگه کتاب خونید حتما اون یکی کانال هم داشته باشید. همین. برم دیگه، بعد میام دوباره. آمدی دریا توفانه
عافیت باشه. همون خوب بود؟ دریا خوب بود؟ شنی شدی آره. سلام، من رفتم همون اومدم. موهام هنوز خیسه چون امروز خیلی گرمه. بعد میخوایم بریم جنگل دیگه. من یه تیشرت راحت پوشیدم و موهام خیس جمع کردم یه ذره خنک بمونم. ببینیم کجا میریم. آبیسا قیافت رو ببینم. پاپو اون یکی کو اون یکی